ذهنم اومد یک نکته بسیار عجیب. در راه می اومدم، در راه سمت برنامه می اومدم امروز، همتا یک خیالم رفت جنایت های رحمانوف ده. یک نوارم دارم، پسانتر میگذارم که در میدان اسماعیل سامانی خاروخ صدای موسیقی بلند کدام معرکه است، مراسم است نمیدونم، خب سرود میخوانم، یعنی مرده را ماندن، تودخوری رفتن، عین همه چیز. و خیالم رفت طرف مکر و بازی های رحمانوف که رحمانوف هرگاهی که در هر منطقه کسی را کش، در هر منطقه دیگه توی داد، ولی امروز در بدخشان کش و در بدخشان رقص و بازی داد. سمتی قضیه روزنامه‌نگار دلیر امام علی در یعنی که خیالم رفت و ببین که در بدخشان قتل عام کرد، ده ها کس کشت. جامعه بیدار، همه حرف میزنه و روزنامه‌نگار را بردن چند شپاتی در اون سمت زدن. مردم ما اتوماتیک جنایت های بزرگ ماندیم، رفتیم در قضیه دلیر امام علی همگی حرف زدیم. یعنی حرف زدیم، خوب کردیم، درست است، من این کار نمیکنم، چرا ما حرف زدیم، حق هر یکی ما از دفاع کردن، خصوصا جامعه روزنامه‌نگارا و جامعه‌ای که ما داریم در اون نمیدونم چیش میگن وسایل اخباری عامه یا اینکه اتفاق ژورنالیستان و دیگر سمت جامعه شهروندی دیگر بخش ها. ولی بسیار مکر حرفه‌ای در همین جبهه رحمانوف انجام داد. ده ها کس کشته که هیچ نابخشیدنی است به خدا قسم. در هیچ کشور این عمل بخشیدنی نیست که رژیم حکومت یک منطقه را تروریست میگه، سلاح میگیره، فرزندای و ملت اتوماتی میکشه، در روزی روشن در نزد چشم مردم میکشه و عکساشون میگیره با طوری وحشیانه در تلویزیون‌های رسمی دولتی برای مردم نشان میده. ببینید جنایتی بزرگه، با طوری رسمی نظامی میبرند، آشکار میکشند، در تلویزیون و رسانه هاشون آشکار تبلیغ میکنه که ما کشتیم میگن. ببینید نمیترسن، ترس اینا از این ملت نیست. برای چی میگم؟ برای که همه را کشتن. ولی مردم یک کمی حرف زد، الکی خب جامعه جهانی در خبرها بالاتر میره و مکری بعدی که قبلا این مکرها در مرز واروخ میشد، چون یک چیزی کهنه شد از دیگه، روزنامه‌نگار را بردن بیچاره دلیر امام علی که از درد جامعه گپ میزد، او را یک چند شپاتی زدن و معلوم شد که نفری که میزنه کی است، هم کشوتبار وزیر عدلیه و سود. اتوماتی فکرانی مردم سمت این اومد، چون چیزی نو اومد. گرچند زدنی روزنامه‌نگاران در وطن چیزی نو نیست، ولی چرا قضیه دلیر امام علی چیزی سر و صداش بلند شد؟ زیادتر مسئله بحثی را داخل میشه، حتی تماشابیناش تا 1 میلیون میروه. 1 میلیون در این شب و روز گپی کم نیست. در سطح 1 میلیون تماشا کردن نوارهایی که نمیدونم ملاقات با رئیس، نمیدونم درد جامعه، جنایت های منصبداران و دیگر بخش هایی که هسته، مردم همگی این سمتا خوردن، قتل عامی بدخشان فراموش کردن. چطوری که من گفتم 9 سال زندانی زد، اما مردم فراموش کرد. 2012 که در بدخشان کشتن فراموش کرد، 14 کشتن فراموش کرد، 15 که حاجی عمر کشتن فراموش شد، 17 و 18 و 19 و 20 و 21 همین طرفتن میگیره. این چیز عددی نیست که تمام شود. و این هم که چند روزی پیش، چند هفته پیش با طوری وحشیانه حتی یک منطقه را تروریست میگن، میروند میکشن. تصور کن، این خیلی گپی است، برای یک نفر تروریست گفتن اسناد باید داشت، سود دادگاه باید معین بکنه. با طور مثال از پیشم یک نوار برآمد. خب ببینید، در ولایت مختار کوهستانی تامین امنیت و ترتیبات جمعی اخباری تاجیکستان است، اخبار از تلویزیون. حالا او 3 نفر که قپیدن سود معین نکرده است، دادگاه معین نکرده، حکمش معین نیست، الکی ماده ها را زدند، الکی روزنامه‌نگار در تلویزیون رسمی یکی زندان کردن. تصور کنید. امنیتی
дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хабар медиҳад ки 11 июни соли 2022 дар натиҷаи гузарондани амалиёти махсус саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух Аёнбеков Толиб Абдурамонович, Шанбиев Мунаввар Наврӯзбекович ва Гулобов Ниёзшоҳ Аслишоевич дастгир ва ба ҳабс гирифта шуданд. Саркардагони خب یک بار دیگه میگذارم گوش کنین. ва ба ҳабс гирифта шуданд. Наврӯзбекович ва Гулобов Ниёзшоҳ Аслишоевич дастгир ва ба ҳабс гирифта шуданд. دستگیر و به حبس گرفته شدن. یعنی این گپ اصلا از روی تئوریا وقتی هم که نظر بکنی که یک نفر به حبس کشیدن یک نفر سود معین میکنه. حالا شما که دادگاه نشده از حکمش معین نیست دستگیر و به حبس کشیده شد. در تلویزیون‌های رسمی وقتی با طور بی‌سوادانه وقتی طرفی حکومت هم میگیره این روزنامه‌نگار رو فردا در نزد ملت چی جواب میداده باشن؟ پیغام رسانی از وظیفه شما، نه اینکه رفته در آغوش 4 تا بی‌طرف بی‌شرف داخل شدن. هر چی که میگه براتون گفتن. ای مردم خوب گوش کنین، خوب بفهمین که شما داره با در جنایت بزرگی حکومت شریک هستین، در جنایت بزرگی وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت و رژیم رحمانوف که در یک منطقه میره ده ها کس در مرگ مردم شما شریک هستین. این شریک بودن است، شریک بودن در ظلم. بی‌طرف بودن شما بهتر است، گرچنده که میگم بی‌طرفی بی‌شرفی است، ولی در این حالت بی‌طرف بودن شما، خاموش بودن شما افضلتر از آنی است که امروز در جرم، در جنایت، در قتل مردم شما پیغام رسانی اونها هستین. وای به حالتون، وای به حالی اون نانی که برای فرزنداتون از حساب بودجه کشور میتین. و خدا قسم زحمت های مادرهای تاجیک شما میخرین برای فرزنداتون میتین. سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی شهر خوروغ Аёнбеков Толиб, Шанбиев Мунаввар ва Гулобов Ниёзшоҳ як қатор ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷумла куштор, авбошӣ, ғоратгарӣ, қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, силоҳу аслиҳа ва сангҳои қиматбаҳо, ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ, бандитизм, бетартибиҳои оммавӣ, барангехтани кинаву адовати маҳаллӣ гумонбар дониста мешаванд. من نمیفهمم شما چقدر در نزد جامعه زندگی میکنین، آینده شما فرزند دارین، زندگی دارین. خوب گوش کنین. اون من اینجا برای من یک نقطه نیست که من تهدید میکنم. من واقعا از اون چیزی که میبینم گپ میزنم که گوش کنین. به خدا قسم شما با همراهی ملت مردم بازی دارین. شما یک مردم مثل یک توپ حساب کرده این، این پیش به شطه میزنین، اود به شطه میزنه، دیگر به شطه میزنه. حساب مردم میخرین. خوابی را بگیرین. حساب مردم میخرین ولی مردم مثل یک توپ داره بازی میدرونه. مثال از حساب این همینا میخرین. شما ببینین زنی تاجیک هم میبینین؟ میبینین؟ چی کار میکنن در روسیه؟ زحمت های اینها را، نان دهن اینها را آن با دستای نازک زنانه شون میروند در روسیه، در ملک غریب عذاب میکشن. شما از حساب مهنتانی یا از حساب زحمت های مادرای بزرگان میخرین و برای مردم اطلاعاتی بر دروغ میتین، در ظلم شریک میشوین. بفهمین این دنیا ابدی نیست. اگر دنیا به کس پاینده می بود محمد تا قیامت زنده می بود. این دنیا ابدی نیست، پاینده نیست. نه لنین مون، نه هیتلر مون، نه فرعون مون، نه استالین مون، نه نمیدونم هیتلر موند و نه ناپلیون موند و نه جگوارا موند و هیچ کسی در این دنیا نموند. هیچ کسی، همه رفت.
ما و تو و آنها را میروم. آب دنیا است اگر که عدالت پیروز نشد، مستقل یک سود و دادگاه نامد، یک جامعه سالم نامد، فردا را فکر بکنین. در پشت شما یک مسئولیت خیلی بزرگ دیگر دارین، او روز فکر کنین. کل اقل مسلمان هستین، انسان هستین. خب اگر بگیم ما مسلمان هستیم، ما خدا را باور نداریم، ما دین را باور نداریم، خب بگم برو بخیر دیگه، خطی در حرف زدن معنی ندارد. ولی دعوای شما دعوای مسلمانی است. باور دارین که یک روز دیگر ما داریم، روزی پرسش سوال است که اون وقت جواب میتین در نزد پروردگارتان. وای خدا بو شرم میخواد. چی گپ هست؟ قدر داده شدین برای دوستون پولی حرامه که میگیرین. وظیفه خود درست انجام بدین. اگر نمیتونین خاموش بودن شما روین مردی کاری کن. همین زن از شما دیده به غیرتر است که مردی کاری میکنه، میرود برای روز خوراک دهن روز هم میبره میتیه، ولی هیچگاه دنبال فساد و فتنه و بدبختی و ظلم در شریک نیست. سالش به جای رسیده است. هر کسی که اگر یک کم ترک غرور دارد، حرکت حس میکنه که یک زنی تاجیک از همون چهره مادری تاجیک معلوم است که چرا مظلوم است.